دوست داری میکاپ فوری رو یاد بگیری؟ این ویدیو رو با دقت نگاه کن چون تمام نکته هاشو بهت گفتن. قبل از هر کاری همه جای پوستم رو خوب آبرسان میزنم. این کار باعث میشه کرمتون خیلی خوب رو پوستتون بخوابه و ماندگاریش بیشتر بشه. بعد از آبرسان و قبل از کرم پودر ابروهاتون رو لیفت کنید، چون اگه بعد کرم پودر زدن ابروهاتون رو لیفت کنید توش سفیدک میزنن. من تو میکاپ امروز هم کرم پودر استفاده نمیکنم. یکم کانسیلر هودا بیوتی میزنم از رنگ تیرش برای زیر چشمم. دلیل این که کانسیلر تیره زدم اینه که تیرگی‌های زیر چشممو خوب کاور کنه. بعدش کانسیلر روشن میزنم روش. حالا کانسیلر روشنمو میزنم از برند کرکتر. یکم اینجای چشمم، یه کوچولو رو بینیم و پیشونی، کنارای بینیم و چونم. بعد با برش مخصوص کرم بلندش میکنم. زیر چشمم با این برش بلند میکنم. از همین کانسیلر روشن تره پشت پلکم هم میزنم. دوباره با همین برش بلندش میکنم. نوبت رژگون است. من این دوتا رنگ هودا بیوتی رو میخوام بزنم. اول یکم صورتی اینجا، یکم اینجا، کوچولو رو بینی، یکم پشت چشمم میزنم. بعد از این نارنجی هم اینجا میزنم، یکم کوچولو رو بینی و پشت چشمم. با یه برش این شکلی آروم رو پوستم پخشش میکنم. چقدر خوش رنگه، ببینید چقدر خوش رنگه. پشت پلکم هم با انگشتم اینطوری پخشش میکنم. بعد اینکه رژونه رو پخشش کردیم که البته هنوز کار داره، با برش کرم پودرم یکم روش میزنم که خط و مرزی نداشته باشه. با پودر فیکس هودا بیوتی اینجوری میزنم تو درش. به پاف این شکلی یه مقدار از این پودر رو برمیدارم، پشت دستم اینو پرسش میکنم و اینجوری ضربه‌ای اون قسمته که کانسیلر زدم زیر چشمم و با این قسمت ها رو فیکسش میکنم. این کار باعث میشه دوام کرم پودرتون بالا بره و به هم نریزه میکاپتون. پوستم رو خوش کردم، حالا میخوام ابروامو بکشم. من همیشه با برش این شکلی ابروامو میکشم، حتی خط چشمم با همین میزنم. اینو میزنم تو سایه مشکی هر برندی که داریم. ابروامو اول مرتب میکنم، مرتب که شد از این گوشه شروع میکنم یه خط صاف کشیدن. بعد پشت ابرومو پرش میکنم. فقط قسمت های خالی ابرومو چند تا خط میندازم. همین. من دوست ندارم ابروام خیلی تیره شه، مثل همون ابرو من یکم اینجای ابروم خالیه. اینا رو یه کوچولو آروم با فشار دست خیلی کم. ببینید فشار دستتون باید خیلی کم باشه، چون اگه محکم فشار بدین یه تیرگی بدی ایجاد میشه که میکاپتون رو کثیف میکنه، ابروهاتون بد میشه. اینجا من نمیدونم چرا خالی شده. نه پرش میکنم. همین
دیگه. یه برش این شکلی برمیدارم که برای فید سایه یکم از این رنگ سایه هدا بیوتی برمیدارم، اینطوری میکنم و همینطوری گردی میزنم پشت پلکم. بچه برای زدن سایه هم همیشه برشتون رو از اینجا بگیرین، با فشار دست کم و با حوصله این کار انجام بدین. انگار براشم یه رنگ سایه دیگه روش بود چون تمیز نبود، یکم رنگش برق کرد، اون چیزی نشد که میخواستم، ولی خب اینم اوکیه، دوستش دارم. یکم هم کناره های بینی میزنم. اوه این حوله داره موامو اینجا میکنم. با همین برش تخته که گفتم خط چشمم باش میکشم، یکم از این سایه هدا بیوتی برمیدارم، زرشکی تیره است، زرشکی جیگری، میخوام باش خط چشم بکشم. اول یه خط نازک اینجا میندازم، یکم جلوترش یعنی اینجاش اینو وصلش میکنیم به بن مژمون این شکلی. اینجاها رو هم یکم از همون سایه میزنیم و تمام. یکم گوشه چشممو میکشم. اول یه خط طوری میندازم، بعد این قسمتشو پر میکنم، یکم هم رو بون موجه ها میکشم. حالا فرموژه میزنم، بعد از این ریمل اسنس سبز میزنم. من عاشق ریملم، یه عالمه ریمل میزنم. برای اینکه ریمل نخوره پشت پلکتون، سرتون رو اینطوری ببرین بالا، تو این حالت ریمل بزنین که نماله پشت پلکتون. ببین چقدر خوش رنگه. یکم اینجا چشمم میخوام از این هایلایتر هدا بیوتی بزنم. اینو تا حالا استفادهش نکردم، الان اولین باره. چقدر خوش رنگه. حالا میخوام رژ لب بزنم. اول دور لبم رو خط میندازم، اینطوری. بعد با دستم اینطوری پخشش میکنم، بعد توش رو یکم رنگ صورتی تر میزنم. بعد رو رژم این لیپ بالم مکو میزنم. بعد در آخر از این اسپری فیکس مک میزنم. بچه فاصلش باید انقدر باشه، خیلی از نزدیک نزنین، خیلی دور هم نباشه، انقدر 20 سانت. میکاپ هم تموم شد، برم زود موهامو خوش کنم و بیام. خب من موهامم خوش کردم، امیدوارم که این میکاپ براتون مفید بوده باشه. اگه دوستش داشتین منو سابسکرایب کنین. تو ویدیوهای بعدی کلی میکاپ های خوشگل و کلی نکته بهتون یاد میدم. دوستتون دارم.